قبول نگه قبول دیگه کامل دیگه بشه آقا مثبت دو. ببینم که اومدیم. بیاین بازی شروع شده. بیاین. آقا امروز اومدیم با راند اول مسابقات پانتون داخل کافه ترمه. امروز اختصاص میدیم به خانواده بنده. دوربین بیار روشون. مادر گلم هستن، دختر داییم دلارام، خاله جانم و اون بالایی زندایی و خاله و پسر دایی. مسابقه رو بریم که کم کم شروع بکنیم و توضیحات مسابقه و کارتایی که هست، قوانینی که هست رو براتون بدم. آقا بریم برای شروع بازی. گروه اول نفر اول محمد تو پاشو بیا. پولم بده. پاشو بیا. پولم بده اینجا. نه پولم بده. عزیزم اینجا کارتای 2 امتیازی، 4 و 6 و 8 تا غیر ممکن 10 امتیازی داری. هر کدوم خاصی بر. هزینه که تا چقدر رو حساب کنم؟ خیلی شب. برو امیدت به خدا. یه 4 برده. رویه رو برداشتی؟ من پیشنهاد بدم. خب آقا از دسته از دسته حیوانات 4 امتیازی هم برداشتی. 4 امتیازی 60 ثانیه فرصت داری. از وقتی بگم شروع میشه. 1 2 3. هفت ثانیه. متاسفانه 30 ثانیه امتیاز رو نگرفتی ولی امتیاز کامل تو گرفتی. آقا محمد 3 ثانیه زود بود. 3 چی؟ 3 ثانیه 3 ثانیه کجا زود بود؟ 45 ثانیه تایم داشت، یعنی بعد تو 15 نه آره راست 4 امتیاز برداشتی. خب یه مثبت 4 و یه مثبت. مامان جان پاشو بیا عزیزم. پاشو بیا عزیزم. مامانم داره خجالت میکشه ولی میادش. بیا 2 4 6 8 10. از دسته حیوان یا راحت از دسته حیوانات از خط خودت دیگه. از وقتی که بگم تایمت شروع میشه. این خب بریم 1 2 3. خیلی کوچیکه. حشره. مورچه خواه. آفرین. باریکلا. بیا اونی که استرس داره همیشه بهتر اجرا میکنه. ما هم خیلی خوب حد زدیم. مورچه خار بود. یه مثبت 4 امتیاز برای 30 ثانیه هم سیو کردیم. 1 امتیاز. چی شده؟ مورچه خوردی؟ زنده جان تشریف بیارید. بیا 2 4 6 8 10. چقدر رو حساب کنم؟ فکر نکنم. شیش بود. عالیه. خودت نوشتی؟ چی؟ نه تو میتونی بیا. از دسته حیوانات مجددا وایس همه چی توش هست. نه قاطی کردیم حیوانات رو افتاده. نزار
37 ثانیه. اینو نشون دادی. مرغ تو ندارم. بیا عزیزم چند پیازه بود چیکن پیازه بود زنده. اینا همه شیشم پیازه برسن؟ نه الان فعلا فقط یه شیشم پیازه داشتیم بقیه همه چهارم پیازه بود. رو باید بردارم؟ نه از اینم میتونی برداری. شما سندویچ موفق باشی. یک دو سر که گفتم شروع میشه. فکر کنم بگم هم موقع آماده بودی بگو. نه سب کن نداشتم از دسته اشیا. چه موقع کردن نداشتی؟ من اعتراض دارم به خاطر اینکه من قبل از اینکه اصلا استارت کنم داشت اجرا میکرد. بابا پارتیش کلاس بریم 1 2 3 خب تا اینجا کلمه اسکیپ. کلمه دوم بله چه شکل هوایی رو الان گفتین؟ اسکیت هوا، اسکیت اکسیژن، اسکیت باز. داور بیا اینجا جان بله زیر 30 ثانیه رفتم بله تو گفتی کارت دستت مهمه بله قاعدتا وقتی یه چیزی اولش بگی خب یادش میمونه این کی نوشته این کارت رو؟ نه اعتراض وارد نیست. چی شد؟ حالا اینو چیزی رو گفت هوایی راست میگه میگن کلمات رو که نوشتی یادت مونده. میگن میدونی چقدر وقت گذشته بعد چقدر نوشته. اینجوری گفتی من چیزی گفتم یادمه اکسیژن برای الان کار به چک و چکشی میرسه. چه جوابایی رو نه کارش خانه بزرگ تشریف. ولی فقط خاله جون دوست داره. حسین بزرگ من اونو کجا میبری؟ خواهی برای نبودم حتی خاله رو من کمکش میکنم تو اینجا. آره خاله دو امتیاز بردار. دو امتیاز رو برات میذارم. بیا این پوش. حسین اینی که کلمه من وای وای وای. سختشو نگیر نه سخت نیست. هیچی نگو وایسا تایمو که گفتم آماده خاله از دسته حیوانات. اوه جو حالا با آرامش وایسا با چون نمیگه یک کلمه است. آره برای ما چهارپایه خره اولاغه گوساله خاله صدا در نیار. گورخه اجرا کن. آقا مثبت دو امتیاز باره. آقا سعیه درست بود؟ آره یه کارت دیگه بردارم هارون خاله رو بخوری با بسته که دوام میشه ترانو وای. چرا امتیاز دارم؟ از اجرای ویژه خاله جان کانادا کاش شما صدای شنیدی من نشیدم. من چیز میشونم که حد بالای تو 2 4 6 8 10 از این رو از هر جا میتونه برداره. ارو برداشتی؟ حیوانات آره درست بور نخورده مثل همش اینکه حیوانات ها فکر کنم این قسم رو یه ذره حیوانات سعی کن از زیر برداره. حیوانات رو گذاشتم اصلا خانواده اجرا کنن. آره ما رو گذاشتی تو اولویت خب آماده؟ آماده؟ چجوری آماده شدی؟ 1 2 3 چند کلمه؟ چی گفتی؟ کر کلمه اول کر. یعنی
از دسته 4 امتیازی مثبت یکم سیو کردی. آقا محمد افشار عشق داداش. باشه بیایید در امتیازی برام برو. میخوای کارتا رو یخت پول بزنی تغییر بدی؟ من موقع برداشتم از زیر برداریم. باور کن الان یه دونه 10 امتیاز برمی‌دارم یه اجرای 3 سم. کی راحته که بذار برو اونجا برام چیکار می‌کنی؟ من یه دونه ببینم سیت. نه ویدیو برداری. 8 من انتخاب کنم. نگاه برنگردونی. بیا. با خودش چیز دیگه بگی. بیا برو دیگه. وایس. چیه؟ از دسته اشیا. حیوونا کن. این دریا رو برد از اون رو برداشت. محمد این کیوسام بود. خودم میشه برم. حالا اینجوری خب وایس. آماده؟ یکی از اون من گفت درسته؟ چه جوری دارم میگم کلمه دوم سه شده میتونی بگی. اینجوری بعد اینجوری چون این ولی بهت میگم نمیدونم 3 تا کلمه. هر ساخو تسلیت میگم عزیزم تسلیت میگم. کلمه دومی یه لحظه وایسا. کلمه دومی بچه آموزش‌های پانتومیم. که پیریتر رو بگی درست این دسته نمی‌رفتی دومی خب دارم فیلم رو نگاه کردی اگه من دارم سه رو گفتم سه بچه گفتم 1 2 3 بیا برو بچه میگم اومدم به رنگ دیگه بذار کنار. آی مجری جان انتزاعی اگر چیزی بود بگو انتزاعی میگم مثلا اسکیت هوایی نگو انتزاعیه گفتی اشیاء خب اسکیت هوایی اشیاء انتزاعی اسکیت هوایی نمیدونی سرچ کن